با تشبث روبرت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و فدراسیون فوتبال تاجیکستان دیدار تیم‌های ملی تاجیکستان و امارات متحده عرب در دایره واخوری‌های مرحله اشگنی‌های جام آسیا در یک قطار از مکان‌های فرهنگی و فراغتی پایتخت کشور از آن جمله کامیونیتی سیومامول و مروه اکران‌های کلان تشکیل کرده شد که صدها نفر مخلصان هواداران فوتبال میهن جمع آمده بازی تاریخی و حساس را در یکجایگی تماشا نمودند. اقدام مذکور با مقصد معرفی هرچه بیشتر فوتبال کشور به هواداران ساکنان پایتخت کشور راه اندازی گردیده مسئولین تلاش کردند برای تماشای این بازی تقدیرساز شرایط مساعد فراهم آورند. همین گونه در هر گوشه شهر بخصوص در کینوتئاترها و مکان‌های خدمترسانی اکران‌های کلان نصب نموده بازی تیم ملی کشور را در مقابل امارات متحده عرب در جام ملت‌های آسیا منظور کردند. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و فدراسیون فوتبال تاجیکستان اقدام مذکور را باری اول نیست روی دست می‌گیرند. در بازی‌های قبلی تیم ملی و باشگاه استقلال در لیگ قهرمان‌های آسیا تماشای فوتبال را در اکران‌های کلان راه اندازی نموده بودند. اینچنین با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با خطسیر مخصوص دوشنبه دوحه یک قطار از مخلصان تیم ملی برای تماشا و دستگیری ملی پوشان میهن سفر برگردیدند. بازی نوبتی تیم ملی تاجیکستان در جام آسیا نیز در سرتاسر پایتخت در اکران‌های کلان نمایش داده می شود و هواداران فوتبال کشور می توانند از این امکانیت مساعد استفاده نموده در یکجایگی بازی ملی پوشان کشور را تماشا و دستگیری نمایند. هر قدم تیم ملی تاجیکستان در جام آسیا به تاریخ می پیوندد. بیاید در این راه تاریخی ملی پوشان میهن را دستگیری نماییم.